عزیزان دل، اشعار استاد عبدالرشید فاضلوف نهایت پسندم آمد. گفتم که باز وقتا که دلم اگر غمگین باشد از مصرع‌های ایشان خوانم و به دل خود تسکین بخشم. خدا را بنده گشتن مقصدی ماست، برای بندگی ما را بیاراست. کسی که بنده غیر خدا شد، فتاد اینجا ولی آنجا نشد راست. ما را برای دین خودش آفریده است، گفتا خلیفه بر زمین خودش آفریده است. بهتر نگر عزیز دلم بر ضمیر خود، بینی تو را امین خودش آفریده است. نام را در سنگ خارا جای کردن سود نیست. آن که در دلها نجوید جای خود محمود نیست. هر که نامش را بیابد در دل صاحب دلان، بنده شایسته خوانش چون که مردود نیست. از خویش و تبار خود جدایی نکنیم، با هر کس و ناکس آشنایی نکنیم. آن کس که شود یار دل ما او را، چون سوی بهشت راهنمایی نکنیم. غیر از تو دیگر خالق یکتا نبود، اندر دل ما بهر کسی جا نبود. گر عاشق بیگانه شویم آخر کار، معلوم گردد که هیچ معنا نبود. خدا ما را ز خود غافل نسازد، گرفتار غم باطل نسازد. بجز عشق خودش بر ما نبخشد، برای غیر حق به دل نسازد. گر غیر خدا دلبر ما گردد وای، بیگانه نهان در بر ما گردد وای. چون یاد خدا همراه ما باشد خوش، گر فکر دیگر بر سر ما گردد وای. محمد آفتاب جان ما هست، چراغ روشن قرآن ما هست. ولای آلو اصحاب عزیزش، نشان هستی ایمان ما هست.